راهی جایی شدیم که مظهر قدرت ارتش بود. زنده باد کلاسا! زنده باد کلاسا! جایی که تا چشم کار میکرد فقط تکاور دیده میشد. تکاورانی زبده. یک نیرو مخصوص هیچ وقت از حال نمیره. همه با هم آماده ایم آماده! آماده ایم آماده! که فریادشان پتکی بر سر دشمن است. بگویید این گونه در گوش باد که ایران نباشد تن من مباد. آقا کارا خیلی سخت بود انجام دادیم. کام آماده ایم همیشه. هر روز روزی 5 ساعت آمادگی رزمی داریم. تمریناتی سخت که از زمین و دریا شروع می شود تا به قدرت نمایی در هوا می رسد. توی تکاوری حرف اول قدرت میزنه، ورزیده باشی، هوشت کار بکنه. از این نوع تیپ ها را نیروی زمینی ارتش تا به امروز 5 تیپ آموزش داده است. همه 5 تیپ ما در همین تراد الحمدلله آماده انجام ماموریت معقل هستند. حالا این تکاوران مهمان ویژه داشتند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در واقع بازدید سرلشکر باقری از تیپ 65 کلاسبزهای نیروی زمینی ارتش ارزیابی توان رزمی دفاعی آنها بود. یگان درو! تکاوران هم آنچه تمرین و آموخته بودند در مقابل سرلشکر به نمایش گذاشتند. بچه ها همه آمادگی 100% دارن. هر یگانی هر نیرویی توی این منطقه خاص عرض اندام کنه نفسشو بخوابونه. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابتدا آمادگی تکاوران را ستود، از جمله واحدهای خوب نیروهای مسلح هست و سپس در جمع فرماندهان ارتش از قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح گفت. اگر اتفاقی نمیفته، اگر تهاجمی به کشور صورت نمیگیره، صرفاً به خاطر بازدارندگی کارآمدی است که در برابر این تهدیدها وجود داره. آمادگی نیروها یعنی تأمین امنیت کشور، یعنی آمادگی در برابر تهدیدات دشمنان.